مادر ستاره زندگی، ستاره درخشان است که جهان را نور و جلا می بخشد. آفتاب است که لحظه از بالای کوه برآمده دنیا را روشنی و حیات می بخشد. مادر به قول بزرگان با یک دستش گهواره و با دست دیگرش دنیا را تکان می دهد. مادران بهترین پشت و پناه، ارزنده ترین هستی حیات، روشنی دهنده هر یک خاندان، قوت و مدار دلهای ناتوانند. آنها سببگار همه افضلیت های زندگی اند. مادران قوت دل و جانند که در هر تپش دل به ما عقل و ذکاوت، مهر و محبت و اعجاز و حکمت و خیرت و ثروت می بخشند. خلاصه دوستان عزیزم، مادر بهترین گنجینه نایاب و ناتکرار است. مادر بهترین دارایی حیات است که برای به دنیا آمدن و به کمال رسیدن نسل آینده خدمت ارزنده دارد. تاج بر سر و نور بی ثمر به مادر. مهر مادر را یگان موجودات دیگر که ما را هستی و جان بخشیدند جایگیر بوده نمی تواند. مادر خود را همچون گوهره که چشم نگاه داشته تا آخر عمر در خدمتشان باشید.